برای تمدید اجاره نامه‌هاتون بهتر اینه که برید توی دفتر املاک این کار رو انجام بدید. ولی اگه نخواستید برید، حتما این متنی که بهتون میگم و پشت قراردادتون بنویسید. قرارداد شماره قرارداد رو اینجا وارد میکنید در تاریخی که دارید این قرارداد رو تمدید میکنید، مثلا امروز فی ما بین موجر و مستاجر به مدت حالا 6 ماه، 1 سال، 2 ساله، حتما باید اینجا وارد کنید. از تاریخ شروع قرارداد تا تاریخ پایان قرارداد که 1 سال دیگه است تمدید گردید و مبلغ قرض الحسنه طبق توافق طرفین قرارداد از مبلغی که بوده به مبلغ جدید رو وارد میکنید، تغییر پیدا نمود، و مبلغ اجاره ماهیانه از مبلغ قبلی به مبلغ جدید تغییر پیدا نمود. لازم به ذکر است این قرارداد به استناد قرارداد اجاره به همین شماره قرارداد تنظیم گردیده است و کلیه مفاد. این کلیه مفاد خیلی مهمه، طلایی ترین کلید پشت‌نویسیه. به همین شماره قرارداد برای این قرارداد معتبر و لازم الاجرا می باشد و مهمترین چیز تو پشت‌نویسی امضای 2 تا شاهده. اینو حتما باید در نظر بگیرید. این پست رو سیو کن و برای آشناهات بفرست، چون فصل رهن و اجاره است و به دردتون میخوره.